ما همیشه فکر میکنیم که زندگی یک رنگ و کسل کننده است، زندگی یک رنگ و خسته کننده است، ولی این اصلا ما هستیم که با چشمای بسته زندگی میکنیم و از دیدن این هم از زیبایی ها کوریم. اصلا این ما هستیم که همیشه فکر میکنیم که همه مثل ما فکر میکنند و اشتباه هم همین است که اشتباه ها رو تکرار میکنیم. همه میخواهد که دنیا رو عوض کند، اما هیچ کسی نیست که خودش رو عوض کند. از اون که زیبا سخن میگوید بهتر است که زیبا رفتار کنید و اگر کسی رو با انگشت تحقیر اشاره میکنید فراموش نکنید که 3 انگشت شما مقابل خود شماست. هیچ کسی قوی تر از زندگی نیست، نه شما، نه من، نه کسی دیگر. چه ضربه های زندگی سریمو میزنند و قوی بودن هم به این معنا نیست که کسی رو از پای بزنی یا بیافتانی از پای، بلکه دستی افتاده رو گرفتن است. و اگر توانایی به هنر است پس بزرگی هم به خرد است، نه به سال. اصلا سن و سال وجود ندارد. چه کسی گفته میتواند که چند سال دیگر زندگی میکند یا چند سال دیگر در پیش دارد؟ زندگی میدانی محاربه است. زندگی اصلا خودش محاربه است. مهم نیست که چگونه ضربه میزنیم، بلکه چگونه ضربه رو تحمل داریم. زندگی روزهای نیست که از سر ما گذشت، بلکه روزهای هست که ما در آینده داریم. من چیزی نوی برای شما نگفتم، بلکه تکرار حرفهایی بود که پیش از من هم گفته بودند. اصلا سخن نو هم وجود ندارد. پیش از ما کیها سخن رو تمام کرده بودند. من فقط به یادتان آوردم و یادآور شدم. اینجاست انجام برنامه شمیم صبح. تا دیدار.